Mikrofon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bardor aka, Nanayev aka Odil, inshaalloh خوب هستین. شکر الله. می‌دونم شما خوب باشین ان شاء الله. نشد ظالمی رحمانوف که مثال دیکتاتوری چه بولگن نشان داد. اگه گفتنیم که خیلی بارداری که از درآمد گفت دعا کنین. این باردار گفتنیم که правильно میگم مثال دعا کردن در کره که برابر دعا مبارزه بردن در کره. باید دعا کردن که مثال دعا کنی و بعد خوره نمیشه ده. مثلا دعا میکنی عاقبش در چی مبارزه هم میبری. نشد رحمانوف نشد او کامپیوتر که بر اومد گپ زد او بیچاره را دو کامپیوترم مثال تهدید کردگیان با مال ملکش با چیزاش بر اومدگی مثال چی میگن مقصد بر اومد که اگر مجبوری امی آدم مجبوری مثال همون که گپ میزنه که فقط تعریف میکنه او که رحمت میگه و اون چیگه که مثال افکاری که احتمال بر اومدن یا بیچاره دیگه شقیدن مجبور میگن نشد رحمان که اون چی بگم ویدیو داد 2 مینوته فقط رحمان میگه اون چی گفتن نمیتونه به خاطر اینکه مجبوری هم میشه ده آدم آزاد که باشه مقصد گپ میزنه در چی نشاتی که رحمان گفت با مقصد حکومت یا که مقصد سیاستی هم حکومت داری کار نگیرین یا در چی نمازتون بخونین چی تا بخونین این معنای گپ ای در ای که مقصد که حکومت یا که سیاست فقط اولادای خودش میکنه مثال پیش مقصد نمازگذاری را من که بود یا که روزگیری را من که بود گفت مقصد زردالو اولیچه مقصد من نمیستن استغفرالله من این مقصد نمیستن که نماز شما شوم نه که این اشد تحقیری کدگیش که سیاست کار نگیرن این گپش یا وضوح برای خچه نه که انشاءالله ما تا وقتی هستیم سیاست کار میگیریم تا وقتی هستیم حکومت عملیش هم مبارز یعنی که همی میمونیم ده برادر خواندیش بخشش اینجا یک سوال به من میاد که همین حالتی که در تاجیکستان هست در همین حالت مردم نماز بخونن در سیاست دست نگیرن به سیاست فکر میکنی عمر دراز دارن این مردم یا که عمر کوتاه این مردم غلام شدگن از ما را غلام کردگن ما که غلام زندگی کردیم مردم تاجیک که غلام های نه که انشاءالله وقت ساعتش میاد یا می بود میشه که رحمانوف با همین تدا میگم اینجا تماشا میکنی یعنی که چیزا ای تمام بری میره نو فرزندات نو آزاده و نو رستم و مثال دالشیش عذاب میکشن که تای دست میلاد میمونن انشاءالله ما کار داریم کرد تمی وقت داشتم معلوم خفا کار برشه سلامت باشی خدمت گابون خدمت گابون مناسب شد بفرمایید برادر عزیز سلام علیکم برادر استنایف اجازه میکنه برای من سخن دارم برادر استنایف و ترزان اپاسنی بفرمایید ترزان اپاسنی بیو بفرمایید ترزان اپاسنی خوب نیست برادر ترزان اپاسنی مناسب شد در گرد جمع موضوع سلام علیکم برادرها سلام خدا را به هر یک بیننده خادم خدا میرسونیم و چی گفتنیم که گفتار رحمانوف 100% درست است و پوزیسیون خودش رحمانوف معلوم کرد و در حقیقت دیکتاتور بدن خودش و قاتل بدن خودش قاتلانه هر کس خودش به قتل میرسونه و گفتنیم که ای مردم شما با هر گپ و هر یک سخنی هر آدمی باور نکنین دیگه که برای که ببینین که این قدر سال رحمانوف هر کس زندانی میکنه این قدر سال مردم کشته است رو به گدایی زده مردم و یگان کس رحمانوف همچون تروریست در کجای باشه نام نمیبره برای چی حیران هستیم که محمد جان رحمت جان ببینیم برادرها که رحمت جان محمد جان در نشستی آن اشتراک کرده بود در نشستی آن اشتراک کرده بود عزت امان گجا شدن برای چی یک از گپ نمیزنه برای چی خائن بدن رحمانوف و دیکتاتور بدن رحمانوف و تروریست بدن رحمانوف یک از یک چی نمیگه این مردم از رحمانوف میترسن معنای تروریسم همون آدمی است که مردم از وی میترسه رحمانوف تروریست است که این مردم تاجیکستان این روز از رحمانوف میترسه بیایم یک بارک با مسئله عمومی بیایم برای چی یک ما بسیار مخالفا داریم در تمام دنیا از همه مخالف بسیار جمهوری تاجیکستان داره برای چی تا حاضر رحمانوف یک کس در دولت‌های بین الملل تروریست نام نمیبرن برای چی
و ببینین که همین یک سخن دیگه ای که دولت مردم چچن ببینین که 100 مخالف بسیار بسیار داشته باشن. با چی رو آوردن همین رئیس جمهوری خودشون؟ دولت سوریه این دولتی بهترین بود، دولت دیکتاتوری نام بردن و در تمام دنیا همچون تروریست بشار اسد را شناختن. مردم عراق، مردم کجا بود با مردم لیبیا، کدام مردم باشه هر کدامش رئیس جمهورشون مخالفا از مخالفا سرشید، مخالفا رئیس جمهور خودشون کردن. اصلا برادر ببینین برادر که روز تا روز زندانیای ما بسیار میشوند، روز تا روز کشتار در تاجیکستان بسیار شدید است. برای چی رحمانوف و دولت‌های بین به سود بین المللی نمیکشن و تروریست نام نمیبرن؟ و از دولت هلند، از آلمان، از دولت‌های بین المللی هر سال سوم‌های کلان جدا کرده میشد. برای مردم ما را کشتن، برای مردم ما را زندان کردن. برای چی برادر؟ مخالف ای همه بسیار مردم ما داره برادر. چه خیلی که تو میدونین برادر یک چیز ببین ده، یک بازار است، بازار دنیا را اگر یک بازار بگیم یک بازار کلان است. در همون بازار من چیز میفروشم. وقت چیز میفروشی بابوی دیلم چیز میفروشه و تو بابوی دیل در بلوش ظلم کرده میتونی که بابوی دیل چیزا بخره، یعنی که نسازه. سالانه آلمانت چند صد میلیون مرسدس، اینمی مرسدس آهن مرسدس میکنه میفروشه. روسیه، قزاقستان، قرغیزستان. یا دا آدمی که در اونجا میستوه یا که تبره یا دولت بگیری و مثل یک مرسدس ماشین ببروری، یا که در جای پوتین نوالنی بیو یا مثل یک آیفون تلفن بروره که مردم آیفون امریکا را نخره، یا که یک مرسدس ببروره که مردم مرسدس آلمان را نخره. اکونومیک ای دولت ها میشکنه. یا کوشش میکنن این دولت ها هم خیلی دیکتاتور را سپانسری کنن دالبایوبو را که تو که دالبایوبو هیچی نسازن، در اونجا خلق کار کنن، زمینه بگیرن، مالکیت تیلا و بایگریش پول کنن، نفتا را و ایو بخرن چیزا را. حوزی اگر روسیه مثل مرسدس ماشین بروره، مثل بگیم که BMW ماشین را ببروره، والگا را مثل مرسدس کچستوا کنه، 0809 را بگیره رنگ BMW واری کچستواش بقوت کنه. روس یا که تاجیکستان یا که قرغیزستان، قزاقستان BMW میخرن، نه میروان هم تریم ایخچون هم میخرن با ارزان تر. این دولت ها دا وگد نامو است که یمو دولت های یا بازار باید نام خیلی پوتین، قزاقستان، کریموف، نظربایف، رحمانوف یورا پول میتن که بیستن برای یا نمیسوزن هیچی، یورا پول میتن بیست میگن بکش میگن چیکار میکنی بیست. تو خیال میکنی یا غمی ما و ترا میخوره؟ نه برادر 100% گفتون حق. ما در چی گفتنی بدم که ما باید دیگه هر یک شگی رحمانوف این اوج خویم بدنی خچا به ملت ایشان داد. برادر ببینه که این روز برای چی آلمان و اروپا و امریکا و دیگر دولت ها پول جدا میکنن میتن؟ فهمیدی برای چی میتن؟ برای که یا هیچی نمیسازن یا را میگن شما میتونین مردم هم خیلی قپیده هیچی نسازین، ما میسازیم شما بخرین. ایمو مرسدس نمی اگر جمعش کنی چند کیلو آهن میبروه، یعنی 2 تن آهن پلاستماسش قطعی 1 تن و چند صد کیلو. اگر هم را با آهن با متل با چی تقسیم کنید در $3000 ده یا $2000 ده نیست همون وزن آهنش $1000 نمیبروه، میبرورنش میگیرن میسوزنش 40 50 70 80 هزار دلار میفروشند در سر ما. و تو کار میکنیم تیلومونا میکنیم کار میکنیم میوریم پولا در دست آلمانی میتیم مرسدس هم میخریم. اکونومیک را قپیده ایستادگیان این مردم. اگر از تاجیکستان تو نسکی ببروری من نسکی ببرورم عادل نسکی ببروره هر سمون هم نسکی برورده بتونیم من میام نسکی ترا میخرم دیمونای من خدمت میپوشم عادل ایترا میخره. تو کی دا میفروشی نسکی تا؟ هیچ کده. اگر که تو سیم دولت این ابرو تو نسکی ها تا میفروشی پول کار میکنی.
تو فکر نکنی که اروپا بود نه برادر، من 100% گپای شما را هر کسی میفهمه و من خودم 100% پوزیسیون شما دستگیری میکنم برادر. من چی گفتم که برای که ببینه برادر جان که این سال گذشت رحمانов همین ظلم و ظالمی و روی شد برآمده این سخنان رو گفته است برادر. روی شد برآمده گفته است ما باید به ملت بفهمانیم که دولت‌های بین الملل اون چیزش باشه نباشه سودی بین المللی هر کدامش این رحمانov دستگیری میکنه و میخوان که رحمانov باشه ظلم و ظالمی بیاره. شما به یگان کس نگاه نکنید دیگه. ای مردم تاجیکستان خودتان شما میتونید که این را چپا کنید برای که این دولت‌های بین الملل و این سود بین الملل هر کدامش در فکری خودشان در دولت‌های خودشان و در فکر شما حیات نمیشون. برادر ببینید که ترکت‌های در امریکا بود. همین روز من خوندم که همشه همون سپیسفوج به امریکا کردن و دو سالداتی که از در عراق جنگ کرده بود خواستن در سود عالی گفتن که جورج بوش باید در سود بین الملل کشیدن و در دور کشیده شود. برای چی ما نمیتونیم همین سخنان رو بگیم؟ ما میتونیم باید بگیم که برای باید روی شد یا برادر این رحمانov روی شد خچ آشکار گذاشته که من یک قاتلم از یگان چیز دیگه نمیترسه از یگان چیز دیگه نمیتونه روی شد مردم تحقیق کرده است. ای مردم شما با سیاست دولت اگر کار میکنین من شما را زندانی میکنم من کشتتون میکنم هر کاری دست میکنم تو مردم باید بفهمه که ای مردم اگر که ما این روز این دولت از دست این ظالم نگیریم نجات ندیم این ملت به خدا قسم هیچ که ما را یاردم نمیکنه و ما هر کدامون همین ظلم و ظالمی از بستر هر یک عائله ما شما فکر نکنید که ما میبریم در اینجا بچهره آشکار میدن ظلم فقط در عائله ما در خانواده ما فرد در خانه شما میشود فرد در هر یک خانواده مردم تاجیکستان میشود. ببینید که این روز رحمانov در ناحیه مومین آباد در اگر شما تماشا کرده باشین ما با صورتاش هم دارم حتی امروز در ناحیه مومین آباد نبیره خودشه اسماعیل برآورده قدیش در نمایش مانده است. برای میخواد اسماعیل هم یگان وظیفه کلان بگیره. رستم ماند آزاده ماند همه یزنهاش ماند حاجی با اونم نبیرهاش سر کرده برادر. دولت ما با کجا رفته است؟ اوجه با خدا قسم روی شد همه رو فرمانده است که هی من تروریستم من آدم کشم من این ملت میکشم و این مردم تا چه درجه را فهمیشون پس شدگیه که رحمان برآمده هر کس در بالای تنگه رقص درانده است و مردم تو حالی هم خفن. ای مردم با خدا قسم میگم این دولت‌های بین الملل این سودای بین الملل چی آن باشه چی کدامش باشه این با فایده خودشون میکنن با فایده ملت تاجیک یگان تاش نمیکنن. کدامش که فایده داشته باشه همون کارو میکنن و بدونین که شما خودتون میتونین این حال تاجیکستان دیگرگون کنین یگان کس دیگه که شما را کردن نمیتونن و رحمانov هر کدام آن باید بخیزیم بگیم که این تروریست است و نامش در تمام دنیا تروریست شود. سلامت باشی برادر استنایف. سلام علیکم برادر عبیدالله. و علیکم السلام برادر استنایف. من برادر استنایف به خدا قسم دلم به این ملت میسوزم. من راستی که نه از یگان گروهم نه از یگان تشکیل من فقط آزادی میخوام با این ملت. برای چی ما این قساله خب بدهیم این رحمانov تو این قساله ما را رنگی رمای گوسپند کرده گیه و وقتی که از دولت بیرون میشه برادر هر کدام همین سیاست ها در سرت میزنه که این پدرانت رحمانov به فایده خودش فقط به فایده یا عائله خودش. من خودم از دوشنبه هستم و میبینم که او نبیرش او دختر او بچه‌اش خیلی دوجا میگردن چی میکنن برادر ظلم به این ملت میبرن. ولی هم سامان شمیه روز با زوانی گنرال میبروید در بالای سر این ملت یکی برای نه برادر همین ناحیه مومین آباد حاضر یک تمام شد پرما افیر بود در کانال تاجیکستان تماشا کردم همو خوشبروتی همو نبیرش نامش چیه اسماعیل همو خوشبروتی اسماعیل ابروان دبر آخه یک خوشو را بروین دبر بون عقلان یک آدم رمانده نه نمو داره نه یگان افت نمو داره همو آدمی که یک نه سواد داره یک سواد داره دبر مو چی در کنه دو قاتل عیس مونده اسماعیل ای طرف راست آخه چی در کنه این نمایش به مردم میدونن که تو تروریست تو ظالمی ملت با کم بغلی برده ملت با گدایی زده چی در کنه همین گپای دو برادر تو نمیفهمی در مدکای عزیزمو قصیتورو جمع شدگی به دستان همو در پگونای رستم و در پگونای سامان چسبیده فرو اومدن جوش ده او در مدکای عزیزمو بود همو سیتورو برادر نصیب شو نه برادر ببینید اصلا وقتی که شما گپای همین خیلی کم ترک اگر
چی هم بگیریم تیبی میزنه استانای گپای بزه میزنه ایخه اوخه نه استانای 100% گپای راست میزنه همین خیر دوام دادن کی برادر برای مردم درست مردم شما درست بفهمه که مردم این رحمانوف یگان شما را ذره چی نداره روی شد میبرم میگه که من قاتلم من تروریستم با این ملت ظلم میکنم خب ببینید همون نوارها خطون دین شهر بودین که سلامت باشید. تشکر برادر عزیز سلامت باشین برادر نصیب شدی بسیار یک با جوانی است که عبدالله سعیدی سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم خوب باشی. اینجا هستی؟ و علیکم السلام. بله هستم برادر. گوش داریم واقعا با احساس صحبت دارم. شوق از گوش کردن صحبت. برادر وای سعیدی همین امام رحمان در همون طرفی بگیم که درواز رفت یا ماما را آوردن یا خاله را همونجا گپ زد. امام خیال کرد که انگلیسی گپ زیسته هیچی نفهمید. در حالت که او مادر میگه که مثال تو گفتی که دروازه طلایی بدخشان میکنم یعنی که هم لهجه خودش قطعی گفته است نه که واقعا همون را کردی. امام علی سینیو میگه احسن یعنی احسن وقتی یک آدم را میگه نه مثال من خودت میگم که احسن و بدلا برای چی برای که یک کاری خوب میکنی من تو احسن میگم در حالت که تو مرا بگویی که تا از سنه بسیار کانال خوب کردی نیجره نیتر کردی من تو بگردم بگم احسنی چی من نداره است یعنی خود تعریف کنی اصلا از لحاظ اگر ادبیاتش بگیری یک چیز بیسوادی است ولی در عموم این اگه به این معنا که فکر که رحمانوف من فکر میکنم بیشتر وقت مای مینوشه و متاسفانه اگه کارهای مثلا شهوانی بیشتر میکنه که از همون عقل اصلی یعنی پریشان است. مثلا همون سخن اخیرانش نگاه که درباره بعد سیاست دخالت نکردن جوانو حرف زد. مثلا اگر از لحاظ سرقانون اصلی کانستیتوشن نگاه کنیم همین جمله زدنش مثلا اشتباه هست. برای این جملهش میتونه که اگر یک پارلمان مردمی باشه رحمانوف به استعفا روان کنه به خاطری که ممکن نیست چون این حرف زدن. وقتی که او همون پریشان بشه خودش نمیدونه چی میگه یعنی کلمه وای استفاده کردن با کار بردن احسن اومدگی است. خب سرقانون ماده 27 شهروند مثال میتونه که در بگیم که سیاست خودش دخالت کنه یا اینکه بگیم که در حالتی اگر خودش یگان چی باشه حق حقوق خودش با وکیل خود میتونه که بته و از حق او گپ زنه. در اینجا رحمانوف همین از همه ما را محروم کرد به غرض خودش. و در اینجا یک چیز دیگر است که میگه که میگه ما شما را در درون پرزیدنت های دیگر میبینیم میگه خیلی فخر میکنیم پرزیدنت ما خشرو است این میگرده میگه سینی او زنه که احسن این ندانسته است که او زنه گیره چی گفته است. در آخر میگرده همون قطیش بردگی قرصک زنو را برای قرصک زنی بردگی است او را میگه فهمیدن میگه این مادر میگه با یک لهجه گپ زد که میگه خیلی میگه ما 2 ساعت میگه قریب میگه از تمام غم دنیا بیرون شدم یعنی که بسیار لهجه خوب بود در حالت که خودش هیچ نفهمید. اگر نباره نگاه کنی رحمانوف اینم تر نگاه داره مادر کو ونیمتی لگوش کرده است نه که هیچ نفهمیده است لهجه هم. اگر او میفهمید تشکری میکرد برای او گپش احسن احسن یک گپ میگه انسان یک کار میکنه میگه ملادس کاری خوب کرد. نه اصلا در از لحاظ ادبیات ما گفتیم که میگه تشکر لطف کردید یعنی یک حرفی که تو با ما یک مهربانی داری حرفا را میزنی که ما این کار انجام دادیم یا از حکومت ما در عموم از حکومت لطف دارین که ما همین کارا رو انجام دادیم برای شما ولی در عموم باید خیلی بزنی احسن گفتن در جد عموما اشتباه است نباید چون حرف با زبان بیار. ما میگم که این انسان اصلا همین سفراش نگاه کنه مثلا با نوعی رشت سفر کرد همونجا همین حرفاش در نوعی رشت داد به اون نوار اخیرا در همونجا همون کارتشکا و مارتشکا را نشون دادن و همینطوری که در یک بهشتی روی زمین زندگی می‌کنه. تاجیکستان هیچ مشکل ندارد کلاً همه چیز بهترین پیشوا بهترین حکومت یگان کمبودی وجود نداره. ما در یک جای زندگی می‌کنیم یعنی اصلا دیگه هیچ دولت هیچ جای علمی پیشرفت نداره هیچ چیز برای ما کمبود نیست همه چیز میرسه. این عایشه و موشین ساخته ایم برادر بایدلو برادر بایدلو نگاه کردن همی اکی هم خیلی کور دوره و میموره بیموره بیچوره
برادر بدلو اینجا گپ همینجا میروه که در سیاست میگه که انا کور نگیری برادر همی عاقبت های همی که مردم به سیاست کور نگیرن تا کجا میرسن در آینده این یک نشونه داره حکومت ما به طرف پادشاهی میره و اولادی و اینم افطاریتری ما در همون حکومت بینیم شامل میشیم و دیر نگذشته ما 100% میتونیم به سلاله امومالیون علاقه حکومت را تبدیل میتیم و آینده تاجیکستان سلاله امومالیون میشه و ما هم خیلی میریم هر چی که اولاد رحمانوف میگه ما در روز دست زدن نتخواهیم تونیم این مستقیما از علاقه برای ما اشاره کرد دیگه دقیق چی یا دقیق است که مردم ما به طرف پادشاهی رحمانوف گفته بود که ایالوچه شکر و خوردگی هسته نه که من ایالوچه دوتا را نو دیدم سلام علیکم برادر عبیدالله یک سوال داشتم برادر ببینیم برادر جان که وقتی که دولت‌های بین الملل دولت‌های اروپایی هر ساله به تاجیکستان یاردم میفرستند درست در حالی که تاجیکستان وقتی که رئیس جمهور تاجیکستان امایل رحمانوف که ما تروریست میگیم و دولت‌های بین الملل تروریست وقتی نام میگذاره یگان یاردم بر رئیس جمهور تاجیکستان نمیشه برادر ما برای چی میگم که همین کار باید ما سخت بگیریم که امایل رحمان تروریست بروان و یگان یاردم بر جمهور تاجیکستان نشود بمونه مردم ما برادر ما یک ماه برادر یا برادر گوش گوش که جا یاردم نشود برادر یک دقیقه گوش کنید گوش کنید برادر مناسب شو پولایی که از بین الملل جدا میشود در تاجیکستان بله ما مثال تراکتور ساخته است تا پولو نه انا برادر بالونوس کارتوشکا موبایل بالون دیسکش نه من ناو دیدم نه ببینید برادر از خود داریم اختراع کرده استودیم همون پول نه برادر جان ما طرف خود ما گفتم که ما یک ماه همه ملت ما خاک میخوریم و نه که از این ظلم و ظالمی باید نجات بیایم برادر 30 سال ما را با این گدایی زدیم ما هر روز هر یک اویله تاجیک گشنه در تاجیکستان ما باید هر کدام باید یک ماه طاقت کنیم و این مشکل باید بگیریم برادر جان با فکر همین شما چه باید ما همین کار کنیم که برادر امایل رحمان در دولت‌های بین الملل در تمام جهان تروریست برون نام شه برای که این از نگاه من بود از نگاه من است نه درست است ما باید کوشش کنیم که حکومت رحمانوف و کسانی که واقعا دست دارن تحریم کرده شدن از جانب مثلا سازمان‌های بین المللی و با نفوذ همچنین از طرف کشورهای ابرقدرتی که در تاجیکستان یک تاثیر دارن یا کمک میرسونن واقعا باید تحریم کرد چرا باید تحریم کرد این به ضرر مردم تاجیکستان هم هست من نمیگم که ما کاری کنیم که ضرر به مردم برسه بلکه همین کمک‌هایی که میروند مستقیم به دست مردم نمیرسن یعنی ما از وقتی که میگیم تحریم مردم نکنن تحریم سلاله رحمانوف و همچنان همین حکومت و کسایی که دست دارن در همین چیز تحریم همین شخصیت‌ها را کنن مثل که در بلاروسیا نفرای مهم کلیدی حکومت بلاروس را تحریم کردن ولی چرا نفرای کلیدی حکومت رحمانوف تحریم نکنن بله برادر اگر مثلا کمک کردن میخوان امروز نماینده های مردم وجود داره در موبایل مردم مثلا هست روزنامه‌نگار رجب میرزا این نفرایی هستن که میتونن کمک ها رو به این طریق یعنی طریقی مردم به خط برسونن اگر شما حکومت های مثلا قدرت سازمان های با نفوذ وقتی میخوای کمک کنی طریق مردم به مردم کمک کنی نه چون حکومت دزدی میکنه همه پله با کیسه خچه میگیره و از همین یک قسمت شاید یک قسمتی خیلی خوشه 5% 1% و مردم بتیه همو قدر از همون هم با پول میسیتونه از این برای همین من گفتم که برادر که ببینه که این دولت ما کراپسیونه و هر یک یاردمی که از دولت‌های بین الملل میشوند و یا در مردم نمیتیم برادر ما تک تک باید همین کار کنیم که یگان کس نمیگیره این یاردمایی که از دولت‌های بین الملل میشوند و یک ماه ما عذاب میکشیم این ملت همه کس عذاب میکشه نه تنها یک پدر و مادر من و یک برادر خواهر من پدر و مادر هر کدامون یک عذاب میکشن و ما در آزادی میزنیم برادر جون مناسب شو همین بین الملل در همون درون نماینده ها دارن همش میدونن همش میدونن ما تو ناز میدونن من روز پیشتر گفتم که برای چی اینو پدیشکه میشوند از دیگر دولت خاطر اون که تاجیکستان یعنی استیصال نکنه ماشین نبروره یکم پیشروی نکنه بای نشوه همین کمبغل بیسته همین ایسوسی هستون بیاوه ما در بلاش بفروشیم چیزمون میفهمی؟ ما فروشیم
برای همین است. این دیگر رو میگه که نه ژورنالیست دا بتیم دیگر دا بتیم. برادر عزیز ژورنالیست هم 2 روز بعد میبرن نابودش میکنه. نه برادر اصلا من درباره چی گفتم که برای که شما از گروه شما چند نفر برده زندانی و ناپدید کردن برادر. شما اپوزیسیون کلیدی تاجیکستان هستین. گروه 24 حزب نهضت اسلامی و دیگر مخالفان هستند، مخالفان کلیدی هستند که میتوانند شما میتوانید که امام رحمان در تمام دنیا همچون یک دیکتاتور ظالم، همچون یک تروریست. برای که ببین برادر اصلا تو از حکومت رحمان میترسی و گرفته آمده اروپا، درست؟ نمیترسم. نه برادر گوش کنید برادر، از رحمانов ما هر کدام شما ما از تاجیکستان بیرون شدیم. برای رحمانov تروریست است. همین کلمه تروریست همین مردم از ترخ دادن، مردم از ترسوندن است. رحمانov هر مردم ما را میترسونه. ما در چی ببینید؟ رحمان نمیترسونه، ما را خفه میکشد همون دم. آخه بله برادر، این گپ در سر همین است که نادین ببرویا لبویش ما قطیش میبرم نه که او همون یراق و همون چیشه استفاده میبرن اینو مردی میکنن. برای نه برادر من برای چی گفتم که برای شما شوبدین بدل بردن دو زیان گم کردن. برای چی یک کس درباره شوبدین بدل نمیگه که شوبدین بدل کجا شد؟ همین حکومت رحمان فقط تحقیر میکرد شوبدین بدل یا که محمد جان رحمان جان یا که عزت امان آدم‌های کلیدی که در آن اشتراک کرده بودند، درست برادر عبیدالله؟ در دعوت‌های بین الملل. دوست عزیز نگاه کن، ما باید منطقی فکر کنیم. ده ما نمیشه که مثلا با یک فکری که از سر اومد وقتی که نیرویی که وجود نداره ما هم کار عملی کنیم. عملی نمیشه. سه که وقتی که ما در میبینیم که عملی نمیشه و نباید بیشتر تلاش کنیم. نگاه کن، ما پیش از اونه که تلاش کنیم که مثلا دولت‌های اول قدرت و شرکت یعنی سازمان‌های با نفوذ حکومت رحمان رو تحریم کنن، باید ما کوشش کنیم که مردم اول تحریم کردن یاد بگیرن. مثلا در دورانی مثلا بیشتر که در صفحه اجتماعی یک خیلی مردم زیاد اومدن، در دوران عزت امان را دستگیر کردن. روزنامه‌نگار مشهور کشور ما سید مومن دوستوف، سید محمدیان دوستوف یک پیشنهاد کرده بود که شرکت سومون ایر و چندین چیزهای دیگر تحریم کردشان از جانب مردم این کارا نکرد. تا زمانی که ما نتوانیم در تاجیکستان وقتی که مردم گفتیم شما یک ماه باید سر کار نرید، زراعتکارا باید یک ماه مثلا کسایی در شرکت فلان شرکت کار میکنه یک ماه کار نداریم، مردم باید بگم ما گوش کنن. ما بگیم که ای فلان شرکت مثلا بلیط تیکت نخره، چیتا نخره، مردم باید نخره. پس میشه و گفت که ما میتونیم تحریم کنیم. مثلا بگیم که یک ماه هیچ کس از روسیه تاجیکستانشون روان نکنه، مردم هیچ چیز باید بکنه. اما ما در همین حالت وقتی رسیدیم بدون که ما میتونیم تاثیر بگذاریم بالای شرکت‌های، بالای سازمان‌های با نفوذ، بالای کشورهای اول قدرت، چون اونها پس ما رو گوش میکنن. حالا کاری ما و شما این است که مردم باید با ما باشن و فکر کنن هر چیزی که ما میگیم به فایده اوناست. وقتی اونها تحریم کردن یاد گرفتن اتوماتیکی چیزا دیگه تحریم میشه. پس ما هم یه ماده ما تحریم کنیم حکومت رحمان رو میفته، ما میریم یک حکومت بدون جنگ پنگ به دست میگیریم. از این باید ما و شما اول مردم بفهمونه که مردم وقتی که شما دیده یک شرکت مثلا سومونه تیکت گران کرد، چیپتر گران کرد، از همین نخره، اصلا به تحریمش کنم راستی نمیرم، گشته خوب میرم نمیرم. شما یک ماه همین نره تحریمش کنه، باور که 10 برابر ارزانش میکنه. نره نوبت نبسته اید با این جنگ نکنه در اونجا، همین ارزانش میکنه. این چیزایی هستن که مردم ما تا امروز همیشه یاد نگرفته. ما در همین روسیه در یک رستوران کار میکنیم، یک دیگر ما در پشت یک دیگر ما سنگ میزنیم، دست یا اوزاری یا که روسی کار میکنیم، اینو میفروشیم. هوزی در روسیه هم چیزا صورت میگیره. تو حال ما همینجا کار و برمو تمام چیز ماست که افکاری مردم، افکاری فرهنگی، افکاری سیاسی، تمام اینا رو ما بیدار کنیم. بیداری سیاسی است، بیداری فرهنگی است، بیداری اخلاقی است. اینا رو ما بیدار کنیم که مردم بدونه که بیداری چی یعنی. این نه که فقط بیداری که من دزدی نکردم تمام من انسان خوبم، بلکه باید ده همه سوها انسان بیدار بود، ده همه سوها انسان باید دانشگاه کرد. بله تصمیم گرفته بتونه. نه برادر منم نه برای کی، ولی باید برای این پیشنهاد نه برادر برای کی این فکری ما خودم شخصی خودم بود برادر. من یا اون کس با فکرای خودم چی نمیکنم، پریشان نمیکنم، باید فکری شخصی خودم بود. وقتی که اصلا برنامه میگذاره، برنامه میکنه هر هفته باشه، هر روز باشه، برای چی مردم یک
نمیدونم خیلی من باز چی با صنعتکارا کاری ندارم همین قدم قربان میبره 1 میلیارد پراسموتر 1 میلیون آدم تماشا میکنه در روز برای چه اصلا برنامه‌ای که اصلا که برای فایده ملت میاره یا که شما برنامه میسازین برای فایده ملت مردم دستگیری نمیکنه و نمیدونن یک سخن خوب نمیکنن فکری مردم باید با ما باشه درست برادر عبیدالله اصلا همین مردم من نمیدونم که این مردم ما همین خیال کردن که شکم گشنه همین استالین یک گپ خوب زده بود که دوم خلب یسی دوم خلب نیبوی تن پس نیبوی همین گپی درست زده بود او در خونه ما برای یک نان جنگ ما چی در کاره همون سیاست گرفته رحمان که رقص بازی همین بگردیم تمام همون اصلا ویشون داد خربزه را ای چی کده یعنی دیتا را ای خربز کده یعنی ماشین ای تربز ای سر دومون همون تربز خربز دون سلامت باشین برادر کمترک بسیار گپ زده این مردم توفون ویدور میکنه هر وقت اینا باشه دیره سلامت باشین برادر عبیدالله برادر اصلا اکای اودین سلامت باشین برادر قبول باشه برادر قبول که اصلا برادر باشن تا قبول هست